سلام تماشابینان شبکه اگروتک TG، با شما من یوسف عزیزوف. امروز ما درباره خطری به جان آدمان و کشدار خانه‌های اسان مردم کوهستان تهدید کننده که عالمان ما در نتیجه تحقیقات خود از سفرها به کوهستان کشور داشتند صحبت میکنیم. گروهی از دانشمندان تاجیک بیشتر از 3300 کیلومتر را سواره و پیاده طی کردند تا معلوم نمایند که پیریخ‌ها که یکی از سرحدهای بی‌بهای تاجیکستان چه احوال دارند. چنانکه که عبدالحمید قیوموف رئیس مرکز آموزش پیریخ‌ها در تاجیکستان به روزنامه‌نگاران خبر داد، سفرهای تحقیقاتی به کوههای پست و بلند تاجیکستان از ماه ایون تا ماه سپتامبر ادامه کرد. محققان تاجیک در این مدت از کوههای ورزاب در نزدیکی دوشنبه تا کوههای بلند پامیر 3000 کیلومتر را با ماشین و 300 کیلومتر دیگر را پیاده طی کردند. بعد سفرهای مشکل و خسته کننده با گفته عبدالحمید قیوموف، حال آنها مشغول تحلیل معلومات‌های جمع آوردهشان هستند. خطر جدی به وادی ونج، اما نتیجه های تحقیقاتی تغییری را در پیریخ روسکایا گیوگرافیچسکایا общество در پامیر آشکار کردند که مایه نگرانی عمیق است و می تواند به زندگی هزاران نفر تاثیر منفی گذارد. در این پیریخ بزرگ در منطقه پامیر مرکزی که 64 کیلومتر مربع مساحت و 24 کیلومتر درازی دارد، آثار تغییر اقلیم دیده شده است. گروه کاری ما معین کرد که در بالای همین پیریخ یک حوض کلان پیدا شده است که درازیش زیاده از 200 متر را تشکیل می‌دهد. حوضه های بالای یخ و زیر یخ بسیار خطرناکند که زیرا با وزن خود صورت کنده‌شوی و حرکت پیریخ ها را می‌تیزانند. حوزه مذکور می‌تواند یک قسمت کلان پیریخ را کنده پیش مجرای دریای عبدالقهار را بندد و محکم کند. مایه نگرانی این است که در صورت کنده شدن پیریخ و بسته شدن مجرای عبدالقهار ممکن است آب رودخانه جمع شود و سپس خانه و کشتزارهای مناطق وسیع در وادی ونج و پایانتر از آن را زیر آب کند. ده‌ها محل اهالی نشین و شاهراه نقلیاتی مهمی که تا به بدخشان میبرد از تومه آسان این سیل میتواند باشد. برای همین به گفته عبدالحمید قیوموف، دانشمندان این گونه حوضها و بخصوص پیریخ‌های در حال حرکت به مثل پیریخ روسکایا گیوگرافیچسکایا общество و خرسان را باید زیر نظارت دائمی بگیرند. و آنها میگویند فقط میتوانیم حصارات را کم کنیم. رفع حوض بالای پیریخ با اصول صنعی امکان پذیر است و از این رو به گفته عبدالحمید قیوموف مانیتورینگ و پیشگویی کردن کنده‌شوی یکی از راه‌های اعتراف شده بین المللی برای کم کردن حصارات است. در گذشته عیناً مثل همین حادثه در پیریخ بزرگ و پیریخ خرسان به وقوع پیوسته بود که سبب سیل و بیدادگری رودخانه عبدالقهار گشته بود. مثلا سال 1968 و سال 1972 یخ مجرای دریا را بست و حجم آب 80 میلیون متر مکعب را تشکیل داد و بلندی آن تا با 110 متر رسیده بود، گفت عبدالحمید قیوموف. سال 2005 رخنه شدن حوزه پیریخ سبب یرچ در ناحیه رشقله شد که در نتیجه 25 نفر هلاک شد و خانه‌های زیادی مردم آسیب دید. چنانکه او افزود، برای آگاه کردن مردم و مقامات از خطرهای احتمالی پیریخ‌ها آنها قصد دارند با همکارانشان محققان روس نظارت دائمی منبع‌های آب در کوههای بلند پامیر را به راه مانند. می‌خواهیم همه آنها را با واسطه سیستم تحقیق فاصله‌ای و سیستم‌های ماهواره‌ای زیر نظارت داشته باشیم. ما در بسیاری از این پیریخ‌ها ابزارهای آزمایشی کیهانی گذاشتیم که حرکت پیریخ‌ها را با صورت بسیار 0.1 ثانیه نشان می‌دهد که آنها حرکت می‌کنند یا نمی‌کنند. این اولین بار در تاجیکستان جاری شده است، گفت عبدالحمید حلیموف. سیل در درواز امسال راه اصلی به سمت بدخشان را بست. 60% آب رودخانه‌های آسیای مرکزی برای بیشتر از 60 میلیون نفر از پیریخ‌ها حاصل می‌شوند که در تاجیکستان جای گیرند. در کشور حدود 8000 پیریخ‌ها وجود دارند که 5% قلمرو کشور را تشکیل می‌دهند. با سبب تغییر اقلیم و بالاروی حرارت در کره زمین در 30 سال اخیر بیشتر از 1000 پیریخ در تاجیکستان بخار شدند و صدها پیریخ دیگر در حال عقب نشینی هستند و مساحتشان کمتر می شود.
تاجیکستان و همسایه‌های آن در مناطق پایانی آسیای مرکزی سخت پایبند پیریخ و برف هستند، چون منبع یگانه حیاتی آبیاریشان است. همه گونه تغییر در پیریخ‌ها یا سبب نارسایی آب و یا سیل در تاجیکستان می شود و به اقتصاد کشور صدها میلیون دلار خسارات وارد می کند. مرکز آموزشی پیریخ‌ها هم سال 2018 تأسیس دادند تا به گفته مقامات مانیتورینگ دائمی پیریخ‌ها و سرچشمه‌های دیگری آب در تاجیکستان را به راه اندازند. در برابر این کمیته حالت‌های فوق‌العاده کشور مردم را باور می‌کناند که تشویش نکشند. حالت حرکت پیریخ‌ها نه تنها زیر نظارت قطعی و دائمی ما گرفته شده است، بلکه کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری نیز دائما این مسئله را نظارت می‌برد. آنها همه وقت مانیتورینگ پیریخ‌های حدود کشور را از ماهواره برده حالت آنها را نظارت می‌برند. در حقیقت این پیریخ‌های حرکت کننده بوده می‌توانند که در بالایشان حوض‌ها پیدا شوند، ولی حالا در تابستان نیز حرارت در اینجا خنک بوده 15 گرادوس را تشکیل می‌دهد و قید کردن ضرور است که از نگاه ما این خطری به مردم ندارد. این حالت در شرق تاجیکستان نیز دیده می‌شود و مردم را به اضطراب آورده است و این است که کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان و کارشناسان سراداره گئولوژیا و آموزش وضع پیریخ‌ها واقع در قطارکوی پیوتر یک در شرق تاجیکستان را آغاز کردند. تحقیق با چرخبال را بعد از آن شروع کردند که لغزش پیریخی از قطارکوی پیوتر یک در روز 28 اوگوست چندین خانه را در وادی رشت ویران کرد. در آن روز آب رودخانه شورک از مزرعه‌اش بیرون شد و 10 منزل زیست در دهه کپلی ناحیه تاجیک‌آباد را خراب کرد. قطارکوی پیوتر یک میان منطقه رشت با ناحیه ونج و درواز جایگیر است. در این قطارکو ده‌ها پیریخ خرد و بزرگ جایگیرند. با گرم شدن هوا آبشوی پیریخ‌های این قطارکو هم صورت گرفته است. وقت 28 اوگوست این حالت رخ داد، کمیسیون تشکیل یافت و برای آموزش و پیشگیری از حادثه به آنجا سفربر شدند. تحقیق برای آن است که بفهمیم پیریخ‌ها تا کجا آب شدند و چه خطر به منطقه‌های اهالینشین دارند. ساکنان منطقه رشت می‌ترسند که فلاکتی در وادی تکرار می‌یابد و مردم از خانه و باغ و چراگاه‌هایشان محروم می‌شوند. در بین مردم هر گونه آوازها پخش شده بود. حالا ستاد عمل می‌کند و سنجش‌ها نشان داد که خطر جدی نیست. بعضی معلومات‌های بردروغ بود که آنجا پیریخ به یک حوضه بزرگ برمی‌خورد. ریک معلوم شد که این دروغ بوده است. حکومت همراه با مردم برای برطرف کردن عاقبت خرابی سیل آخر ماه اوگوست یک جا کار می‌کند و ستاد همیشه از حال بالا با خبر است. حالا ما مردم را آرام کرده ایم که خطر جدی نیست، گفت او. سیل در فصل تابستان و تیر ماه در تاجیکستان حادثه کم نظیر است، اما هوای گرم این سال صورت آبشوی پیریخ‌ها را تیزتر کرد و در رودکی و پنجکین، عینی و اشت و قبادیان سیل آمد و نه تنها خسارات مالی بلکه تلفات جانی را نیز در پی داشت. تاجیکستان کوهستانی با پیریخ‌های خرد و بزرگش منبع اصلی آب در آسیای مرکزی است، ولی در 30 سال اخیر به سبب گرمایش کره زمین بیشتر از 1000 پیریخ کاملا از بین رفتند و صدها پیریخ دیگر عقب نشینی میکنند. این حالت در کشور همسایه قرقیزستان نیز حادثه‌های طبیعی خراب‌آور را به وجود آورده ایستاده است. این است کدکس عمل کننده آب قرقیزستان همه گونه عمل‌هایی را که آبشوی پیریخ‌ها را صورت می‌بخشد منع می‌کند. مجموع مساحت پیریخ‌های قرقیزستان تا سال 2025 به حساب میانه 30-40% کم شده تا سال 2100 پورا از بین خواهد رفت. در این باره پرزیدنت قرقیزستان آخرهای ماه سپتامبر در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل صحبت کرده بود. این چنین عاید این مسئله بسیار مهم، پژوهشگران مجمع بین المللی تغییرات آب و هوایی نیز هشدار دادند که برای پیشگیری از گرمایش زمین و تغییرات خطرناکی سالهای آینده به چاره‌های فوری و گسترده نیاز می باشد. مجمع بین المللی تغییرات آب و هوایی که در سال 2007 برنده جایزه نوبل شد میگوید که وضع فعلی و مقدار تولید گازهای گلخانه‌ای گرمای زمین تا سال 2030 به مقدار 1.5 درجه سانتیگراد افزایش می‌یابد. پیریخ‌های خرد و بزرگ تاجیکستان منبع اصلی آب در آسیای مرکزی اند. آنچه هشدار آنها را جدی‌تر می‌کند این واقعیت است که افزایش گرمای زمین به اندازه 1 درجه سانتیگراد کافی خواهد بود تا آب برها به شکل خطرناک افزایش یابد. سیل‌ها، طوفان‌ها
و خشکسالی‌های مرگبار به طرز چشمگیر گسترش و افزایش یابند. سانتیگراد این سنجش گرمی با گرادوسنیک تا شکالای 100 گرادوس را میگویند. پژوهشگران میگویند که آنها در همین سال هم شاهد این تغییرات بودند، اما در شرایط فعلی ما در حال حرکتی به سوی افزایش 3 تا 4 درجه گرمی هستیم، حالتی که بسیار از نقطه‌های زمین را تقریباً غیر قابل زیست خواهد کرد. پژوهشگران میگویند که اگر هدف‌های معین شده در مورد گرمایش زمین به نیم گرادوس کاهش پیدا کند، تفاوت‌های نظررس در وضعیت به میان خواهد آمد. به همین سبب آنها خواستگار انجام چاره‌های فوری و گسترده شدند. با گفته دانشمندان، دستیابی با چنین هدفی میتواند موج شدید گرما و باران‌های شدید را کم کند و تا حد پیش افزایش بلندشوی دریا و آب شدن یخ‌های قطبی را بگیرد. یکی از اعضای مجمع بین‌المللی تغییرات آب و هوایی گفته است: هر ذره افزایش درجه حرارت پیامدی ناسزایی دارد. پژوهشگران خواستگاه تغییرات اصلی و بنیادی در سیاست‌های مربوط به انرژی، صنعت و فناوری، استحصالات، بارکشانی و شهرنشینی شدند. و چنانه که می‌بینیم در حقیقت نه تنها به ما بلکه به مردم تمام دنیا این خطر تهدید می‌کند. آدمیت را می‌باید که لحظه توقف کند. با آینده یک بار از نظر عقلی خود نه بلکه نفسی خود نظر کند. به فکر درست سرجمانه بیاید تا سیاره زیبای ما را با نام زمین به خطر نگذارد. در آخر خواهان آبادی خاندان شما بوده با کانال اگراتخت جی آبونه شدن و لایک ماندن را فراموش نکنید. با ما باشید.